یادتونه یه بازی پر از استرس، یه شب تاریخی و یه صعود فراموش نشدنی، بازی ایران و استرالیا از همون دقیقه‌های اول فشار آورد و توی دقیقه 32 هری کیول با یه ضربه گل اول رو زد. استادیوم ملبورن به لرزه در اومد و تیم ملی ایران تسلیم نشد و توی دقیقه 48 استرالیا دوباره پیش افتاد. اویلی موری با یه شوت دقیق گل دوم رو زد و ایران رو زیر فشار گذاشت. حالا دیگه فقط یه راه بود، جنگیدن تا آخرین نفس. و بعد توی دقیقه 50 معجزه شروع شد. کریم باقری با یه ضربه رکمند از روی سانتر علیدایی دروازه استرالیا رو باز کرد و بازی رو 2-1 کرد. امیدواری دوباره زنده شد. و بعد توی دقیقه 75 خداداد عزیزی با یه ضربه تاریخی از روی سانتر کریم باقری گل دوم رو زد و بازی رو به تساوی 2-2 رسوند. این تساوی کافی بود تا ایران برای اولین بار راهی جام جهانی بشه. تیم ملی ایران تا آخرین ثانیه جنگید و این تساوی ایران رو به جام جهانی 98 فرانسه رسوند. این بازی نه فقط یه تساوی بلکه یه نماد از روحیه جنگ ملی و امید تیم ملی ایرانه. اگه دوست دارید دوباره این لحظات رو زنده کنید، ویدیو کامل رو توی لینک زیر ببینید.